سلام بچه‌ها، چطورید؟ اومدیم با سری دوم، نه سری که نه، قسمت دوم تموم کردن بازی فقط با یه درخت. ولی فعلا که دوتا ویدیو رو قراره با هم بذارم، یعنی اینکه اگر ویدیو اولم دیدید در جا میتونید به ویدیو دومم ببینید. لایک و ساب فراموش نشه، کامنت هم حتما بذارید تا بازم واسهتون ویدیو بذارم. بریم که رفتیم. خب بچه ها، وسایلی که داریم فعلا همینه. میخوام سعی کنم برم تو گارها و چیز کنم دیگه، برم برای خودم گشت و گذار کنم و آیرون بیارم برای خودم تا بتونم کارهایی که میخوام انجام بدم و برم دیگه برم تو گار و آیرون بیارم. خب پارت دوم فعلا میریم آیرون بیاریم. خب چوب داریم، سنگ هم همونجا جمع میکنیم. اینم از زغال. غذا هم که به اندازه کافی برداشتیم. بدون ریسپان هم ست بدیم. لزگو. خب اول از همه باید یه دونه گار خوب پیدا کنیم. یه لازم من مختصات این خونه رو حفظ کنم. منفی 60. خب اوکی. باید بریم داخل یک گاری که بتونیم داخلش مثلا چیز کنیم، بتونیم آیرون زیاد به دست بیاریم، چون که برای فارم چوبمون نیاز به آیرون داریم. ولی اگر همین الان ما چیز کنیم اشتباهی مثلا نتونیم با چیز کنیم چوبامون از دست بدیم، کار ما تموم میشه، چون که هیچ چوب دیگه ای نداریم. ولی باید منتظر بمونیم که این چوبا رشد کنن. بریم فعلا. ولی جایی اومدیم که چوب خیلی زیاده و به خاطر همون یکم کار کمه. اینجا بکنم نه، یه دونه گار درست حسابی پیدا کنیم، بریم داخلش و بعد از کلی مای میایم بیرون. نیشکر برداشتم، آره تو ویدیو قبلی برداشتم، بازم ورمی داریم، شاید به درد خورد. نه کنید این همه چوب هست ولی ما فقط حق داریم که از چوبای خودمون بزنیم. چالش بازی. خب فکر کنم گار خوبی باشه فعلا واسه چند تا به دست آوردن. بدک نیست. بیستا از اینا بده ما. خب ببینید بچه ها، تو این گار ببینیم چی هست. به به، یه دونه همین اول کار آیرن. بذارید من یک چور سعی ماین کنم. اوه یه گار. خب گمون کنم بسته. فینیست آوردم با خودم؟ نه آوردم، باید همینجا بسازم و همینجا کارمو انجام بدم. خب فعلا یه کوچولو سعی ماین کنیم. تا من سعی ماین میکنم ویدیو رو لایک کنید حتما، خواهش میکنم ازتون. یه 20 تایی باشه کافیه فکر کنم. یه چند تا دیگه هم برداریم. خب اوکی، بریم. لزگو. خب یه داره فرنس میسازیم اول کاری، بعدش فعلا فرنس میسازیم و بعد از ساختن فرنس یه دونه هم باید کلنگ بسازیم. کلنگ سنگی، چون که سنگی باعث میشه که آیرون رو بکنیم. اگر اینم نمیدونستید بدونید. کی آخه نمیدونه اینو؟ همه میدونن آخه. خب بذارید بکنیم ببینیم چند تاست. خب به نظرم به تعداد خوبی هست. فعلا کلنگ نمیسازم و به جاش بنده یه دونه هم میتونم یه دونه کلنگ بسازم، هم میتونم این که چیز کنم یه دونه شیلد بسازم تا بتونم بهتر برم ماین کنم. و آره دیگه فعلا بهتر بتونم ماین کنم.
خب ببین بچه ها، تو این پارت نمیخوام بیشتر از 25 دقیقه باشه. ببینید بچه ها، الان 20 دقیقه دیگه فرصت داریم تو کار بگردیم و این کارا رو انجام بدیم و آره دیگه این مدل کارا رو انجام بدیم تا بتونیم آیرن به دست بیاریم. اگر هم به دست نیاوردیم اشکالی نداره، فعلا چیز میکنیم یک سولو همین آیرون ها فکر کنم بست باشه، بعدا میایم دوباره با هم آیرن جمع میکنیم. یه به حسی بهم میگن از پشتم یک سول باگم، من یه لحظه اینترنت هم خاموش کنم، ببخشید. شرمندم. خب بله اوکی شد فکر کنم. باید یه دونه هم از اینا بسازیم، یه دونه شیلد، عالی شد. حالا هم بکنیم بریم ببینیم تو این گار چی است. خب اینجا که بسته است، به خاطر همین قراره بریم این گار. فکر کنم من یه بار تو این گار اومدم وقتی شما نبودید. سلام برادر تا دیروز مشکل نداشت، الان مشکل داره. عجب کاریه، فقط آیرون زیاد داشته باشه که خوب میشه. خب فعلا باید دنبال آیرن بگردیم. من چرا این دارم میگم آیرن، باید بگم آیرون. میدونید من یک کوچولو با این کریپر مشکل دارم، یک کوچولو که نه خیلی، اصلا بدم میاد از کریپر و اسکلتون. البته دوتاشون هم چیزایی به درد بخوری میدن، ولی منظور خیلی خوشم نمیاد تو بازی باشن، به همین دلیل. اینجا آیرن یه حسی به میگه الان یه بچه زامبی میاد جرم میده. خب چرا اینجا رو دارم میکنم من؟ بکنیم اینجا رو. به فکر کنم آیرن زیاد باشه. اوکیه. دیگه نیست؟ نه نیست فکر کنم. یه درسته بریم اینجا رو چک کنیم. زامبی هست اینجا. کسایی هم که تازی بازی رو شروع کردن اینو بدونن که همیشه بپرید بزنید بهتره، چون که اتک دمیج بیشتر میده. این ور فکر کنم نیام به نظرم. خب یک کوچولو باگم من، فقط بذارید من یک کوچولو اینطوری کنم. برو خونتون بچه. بادا. خب بذارید بریم. ببخشید یه لحظه استوب کردم، کار داشتم. اینوری نمیام، اینوری بنام. اینجا آیرن. الان اگر نمی اومدم عقب اینجا رو نمی. بابا نه یا 2 دقیقه بذار ما کارمون رو انجام بدیم دیگه. خودت میدونی که میای میمیری، پس چرا میام؟ چون داری بدبخت. خب این از این آیرن های خوب. من یه استک بیار داشته باشم فکر کنم بستم باشه. خیلی باک میشم، خیلی شرمندم اگر باک میشم. از همین ور بریم. من میرم این ور، چون که من میدونم که اینجا آیرن هست. خب اینجا آیرن هست. 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 اینجا آیرن هست.
نظرم میگه این ورس های خوبتری داره. خب مثل اینکه نظرم اشتباه گفته، این دو چیزای خوب نداره. وای 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 وای، اینجا اسکلیتون هست. خب بریم این طرف ببینیم این طرف چیا داره. امیدوارم که بله چیزای خوبی داره. نه جلو. من به خاطر شما صدای بازی رو زیاد کردم و به خاطر اینکه چیز نشه دیگه، به خاطر اینکه بی صدا نشه، چون که بی صدا میشه اصلا آدم حالش به هم میخوره از ماینکرافت. بابا چقدرم خوششانسم. گل میدم که چیت نزنم طی این مدت، گل میدم اینو. اگرم چیت زدم من اصلا اشکی بیست نیستم، یا همون خری بیش نیستم. خب اینجا یک چرا آیرون هست، دوتا اینم بده من. چوب کمه، متاسفانه یکم چوب کم داریم به خاطر اینکه دیگه بازی یه جوری طراحی کردم بازی رو که نباید چیز شه دیگه. بیشتر از یه چوب نمیتونستم بزنم و باید چوبای خودم پرورش بدم و بزنم. اینا قانونای بازی هم. خب یه 16 تا هم از اینا میسازیم. بریم ببینیم این طرف ها چی هست. اگر آیرن زیادی به دست بیاریم، به دست بیاریم میرم دنبال دایمند. البته دایمند هم تو ارتفاع منفی چند به دست میاد یادم رفت، بالاخره منفی 40 الی تا 59 چیز به دست میاد دایمند. البته تو گارای بزرگ بیشتر دایمند به دست میاد. گارای بزرگ به اسکلتون این چیزش هم بده، ما بریم واسه فارمینگ. خب کدوم طرفی بریم برادر؟ این طرفی نظرتون چیه بریم؟ خب بچه‌ها من یه ذره اینجا رو گشتم ببینم گار چیزی هست. متاسفانه نبود که اینجا بدم، اینجا گار هست و میخوام بریم اونجا با هم دیگه بریم که همین گار کوچیک خیلی بهمون آیرون دادا، همین یه گار کوچیک. خب بچه‌ها من این آیرونا رو پیدا کردم بدون هیچ چیتی، گل میدم بدون. آخر بازی هم نشونتون میدم که چیت نزدم، گل میدم بهتون، چیتی نزدم. و شاید بگید خب یه دونه آیرن دیگه چیت نداره که، ولی خب دیگه شاید بگید چیت زدم و اینجور حرفا و حمایت نشدم. خب اون پایین یه دونه آیرن هست. یه دونه رفیق داشتم که همیشه از چیز میترسید، از هیروبراین، و همون رفیقم الان شده یوتیوبر. البته بزرگ بود، من کوچیک بودم. رفیق که نمیشه گفت، هم محلی بودیم انگار. الان شده کسی به نام محمد. یوتیوبرش چیزا البته ماینکرافت، ولی آره دیگه. من گفتم بذار یوتیوب رو شروع کنم،
گفتم چجوری اینقدر یوتیوب چیز داری طرفدار داری؟ گفت من توی پی سی بازی میکنم، به خاطر همونه. منم گفتم میام توی بدراک بازی میکنم، شاید این کار واسم خوب باشه. البته من عاشق بدراکم، ولی جاوا رو یک کوچولو بیشتر دوست دارم. وای نزدیک بود بمیرم. خب به اینجاها آیرن هست، اینا رو به دست بیارم دیگه. یه استک شد میرم از اینجا، وسایل مورد نیازم رو میسازم و بعدش هم چیز میکنم، میرم سراغ دایمن. نه دایمن نمیرم، بعد فارم چیزم رو رش میدم، چوبم رو رش میدم و بعدش هم اوکی میشه. خب اینجا بازم آیرون هست، ولی عجب کار خوبیه اینجا. خب اینجا بازم آیرون جمع کنیم. خب فکر کنم خوبه بریم دیگه. نظرم 59 تا، کلا 5 تا کم داریم تا یه استک بشه، ولی بریم دیگه. بسته به نظرم. آهان اوکی شد. اوکی بذار اینا رو هم بکنیم، بعدش میریم. چون که ویدیو از اینه که مثلا بدون چوبه، به خاطر همینی که تو پارت دوم تونستم چیز کنم بذارم و آیرونیشم. فکر کنم الان فول شدم. آی نمیدونم اینو. آی بوشم بهمون داد. خب دیگه هیچی نداره، بریم به نظرم بریم بیرون. این سنگارم بده، برای رفتن به بیرون نیاز میشه. خب از اینجا اومدیم دیگه. بذار یک غذا بخوریم پر بشه. خب بریم پایین بچه ها. خب بریم. اوکیه بریم. از کدوم طرف اومدیم؟ از این طرف اومدیم. از این طرف بریم و بریم دیگه بالا. آره از این طرف اومدیم. این پایین ولی نرفتیم. ما چرا رفتیم؟ به چقدر آیرن. اوکی بذار یک کوچولو بلاک جمع کنیم بریم بالا. اگرم بتونم بعد از اینکه دایمن جمع کردم میخوام برم یه دونه ویلیج پیدا کنم، این چند تای لازم رو چیز کنم و بعدش هم بریم سراغ دراگون. البته دراگون نه، اول میریم ندر بعد میریم دراگون. خب بریم بالا. منفی چند بود خونمون؟ حالا منفی 50 در نظر میگیریم. اینو هم مستقیم باید بریم اینور. اشتباه دارم میرم یا درسته؟
نمیدونم درسته یا اشتباهه. نه این طرفی بکنم باید برم. از اینجا اومدیم، از کجا اومدیم یادم رفت. خب ولی همین مستقیم بریم به نظرم درسته. فکر کنم منفی 100 بودیم. فکر کنم داریم همین رو درست میریم. آره اوکی فکر کنم. نه اوکی نیست. لازم من برم نگاه کنم و الان میام. بچه من یه دست رفتم نگاه کنم ببینم منفی چند بودیم. الان فهمیدم چندیم. بریم همین رو مستقیم بکنم باید بریم. نه اشتباه داریم میریم. الان هم داره شب میشه و شبم که نمیتونیم دووم بیاریم. چرا میتونیم دووم بیاریم ولی باید سریع خودمون رو برسونیم. منفی 70. منفی 70. فکر کنم داریم میرسیم. منفی 70 یا همون 60. اوکی اینم باید اینوری بریم تا برسیم. اوکی دیگه فکر کنم یک جلوتر خونمون باشه. فکر کنم تا خونمون 100 بلاک فاصله داریم. چقدر تاریکه اینجا، هیچی نمیبینم. اوکی شد بچه. همینو باید مستقیم می اومدم و خونمو پیدا می کردم. بله خونمو. خونه هم که نه منظور چیزمون دیگه. یا ایما آی ببین. خب سری بریم بخوابیم صبح بشه آیرونامونو بپزیم و حله. داداش سوالی دارم اینا چرا روش نکرده؟ فکر کنم به یه دلیل خاصیه. بذارید من یه دست اینا رو بردارم. آره بچه فکر کنم باید اینا رو برداریم. مجبورم که بردارم دیگه. اونجا هم یه دونه ویچ هست الان میاد بدبختمون میکنه. ولی بذارید من اینا رو بردارم تا روش کنن دیگه. بچه ها من میخواستم یه دونه مودپک بزنم تو بازی که مثلا چیز کنه. دیدید مثلا نیازی دیگه تو کار رفتن نیازی به تورس نداره. مثلا وقتی میخوایم خونمون تورس بذاریم دیگه نیاز نداره، یعنی همه جا رو روشن نشون میده. خواستم از اونا بزنم که دیدم یه نوع چیت حساب میشه. چیت که نه منظور یک کوچولو انگار داره کار خودتو راحت میکنه دیگه. به خاطر همه این کار نکردم. خب 3 تا از این خوشگلا داریم. بذار یک چوب نیاز داریم، باید چوب روش بدیم. این از این. خب فکر کنم اینم روش کنه. بله 3 تا چوب عالیه. قبل از اینکه ویدیو رو هم تموم کنیم بذارید من این
آیرونا رو بپزم. البته چوب نداریم، زغال از زغال استفاده میکنیم. چند تا مساوی کنیم. خب فکر کنم اوکی باشه دیگه. یه دونم بده اینجا. تو یک کوچولو براتون، دام براتون. فکر کنم تقریبا مساوی باشن دیگه. اولیشو میذاریم بپزه، دومیش هم میذاریم بپزه، سومیش هم میذاریم بپزه. خب اوکیه. تا اون موقع ما یک کوچولو چوب بزنیم.